فاطمه سهرابی هستم. سلام یادم سلام خدمت دوستان. فاطمه سهرابی هستم، وکیل دادگستری. امروز می‌خوایم راجع به مسائلی با هم صحبت بکنیم که بسیار مبتلا به تو جامعه، یعنی همه افراد و همه کسایی که در دوران اخیر و معاصر زندگی می‌کنن به نوعی با این مسئله سر و کار داشتن، چه در گذشته یا الان با این مسئله ما درگیر هستیم. موضوع روابط موجر و مستاجر، یعنی اماکن استیجاری یکی از مسائلی هستند که در تمام جوامع مردم دچار اون بودن و به خاطر همین قانون هم بی تأثیر از این موضوع نبوده. وقتی یک چیزی در اجتماع مطرح میشه و تعداد زیادی از افراد با اون مسئله روبرو هستن، قطعاً باید این موضوع در چارچوب قانون وارد بشه و موضوع قانونمند بشه. موضوع قانون روابط موجر و مستاجر از این امر مستثنا نیست. حالا برگردیم برای اینکه این موضوعات برای ما روشن بشه، تاریخچه اماکن استیجاری رو با هم دیگه بررسی بکنیم که از کجا شروع شد این داستان بین مستاجران و داستان بین موجران و برسیم تا به امروز. خاطر همین یک پیشینه رو با هم بررسی بکنیم و برسیم به امروز که قانون امروز چیه و چه بر این روابط حاکمه. اولین قانونی که راجع به روابط موجر و مستاجر صحبت میکنه برمیگرده به سال 1307. در سال 1307 قانون مدنی تصویب شد و یک قسمتی از اون رو اختصاص دادن به قانون روابط بین موجر و مستاجر، چون خیلی کلی بود و کلیات رو گفته بود و کم کم جامعه پیش رفت، به یک سری اتفاقات افتاد، روابط پیچیده‌تر شد، شهرنشینی رواج پیدا کرد و افراد از اطراف شهرها به داخل شهرها اومدن و اربابان صاحبان املاک بودن و رعیت‌ها مجبور بودن بیان برای اینکه امرار معاش بکنن، حجره‌ای رو از اونها به امانت بگیرن، پولی به اونها بدن و برای زندگی خودشون کسب درآمد بکنن. به این صورت شد که روابط استیجاری به وجود اومد و در واقع از سال 1307 که قانون مدنی تصویب شد تا 1320 همین قانون حاکم بود. ولی چون روابط شهرنشینی افزایش پیدا کرد، یه ذره املاک تجاری، مسائل املاک تجاری مطرح شد و چون ظلم به رعیت‌ها بیشتر شد و صاحبان املاک متوجه شدن که اینها دیگه هر جور رفتار بکنن و هر قوانینی بذارن، مستاجران مجبورن دیگه، رعیت برای اینکه بتونه امرار معاش بکنه مجبور بود که شروط موجران یا همون اربابان رو بپذیرن. این موضوع باعث نارضایتی‌های شد، مشکلاتی شد و در واقع تا سال 1926 اینها ادامه داشت تا اینکه یک آیین‌نامه‌ای به مجلس ارائه شد که یک طرحی رو مستشار آمریکایی ارائه داد که نزدیک به قانون فرانسه بود و اومدن راجع به موضوع اختصاصی موجر و مستاجر یک قانونی رو پیشنهاد داد. این آیین‌نامه رفت تصویب شد و بعد برای اولین بار قانون اختصاصی روابط موجر و مستاجر سال 1139 تصویب شد. در این قانون اومدن و به خاطر اینکه ظلم اربابان زیاد شده بود، یک سری امتیازها به مستاجران دادن. یعنی یک سری امتیازات ویژه برای مستاجران اختصاص پیدا کرد که اینها میتونستن یک حقی رو داشته باشن، حق تقدم داشته باشن در اجاره یک ملک. یعنی وقتی یک ملکی رو اجاره کردن، در اون کار کردن، اونجا رو به نام و مشهور کردن، که تقدمی نسبت به سایر افراد داشته باشه. و حتی در یک بندی از قانون 1339 هم راجع به سرقفلی هم صحبت کرده، ولی نه قانون، نه عبارات مصطلح سرقفلی سال 1376 که راجع بهش صحبت خواهیم کرد مفصل. بعد این قانون مجرا شد و موجرین و مستاجران کم کم خودشون رو باش گرفت، ولی خب مشکلاتش هم به تبع به وجود آمد. یه ذره سختگیری نسبت به موجران شد و بعد به تبع پیشرفت جامعه قانون هم خب روند رو به صعودی داشت و
بعد قانون 1356 پا به میان نهاد راجع به اماکن تجاری و مسکونی و حق کسب و پیشه و تجارت توسط قانون به رسمیت شناخته شد. ما این اصطلاح رو زیاد شنیدیم، حق کسب پیشه و تجارت. برای پیشه‌وران و در واقع صاحبان کسب طراحی شده. و معناش چیه؟ معناش میاد این رو توضیح میده که فردی وقتی میاد ملکی رو اجاره میکنه، در اون شروع به کسب و پیشه میکنه و اونجا رو به شهرت میرسونه، مشتریهای دائمی برای خودش پیدا میکنه، یک حقی پیدا میکنه بر اون ملک و یک امتیازی براش داده میشه. این حق کم کم و به تدریج ایجاد میشه و بعد از چندین سال که مستاجر ساکن شده و مشتری کسب کرده، تلاش کرده در اون موضوع تجاری، این حق براش به رسمیت شناخته شده و موجر مجبوره این حق رو به مستاجرش پرداخت بکنه. قانون سال 56 ریزه‌کاری‌های خیلی زیادی داره. از جمله مهمترین المان‌هاش اینه که با اتمام قرارداد اجاره و انقضای تاریخش مستاجر رو نمیتونه موجر تخلیه بکنه و بگه که باید مغازه رو خالی بکنی. به خاطر همین یکی از امتیازات قانون مجر مستاجر سال 56 هست که بسیار مهمه و حق کسب و پیشه‌ای که به مستاجران تعلق میگیره. و سایر ریزه‌کاری‌هایی که نیاز داره ما جزئی واردش بشیم و در قسمت‌های بعدی مفصل راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. از موضوع دور نشیم، برگردیم به عبارات اصلیمون و تاریخچه اصلیمون که بعد از تصویب قانون 1356 مدت زمانی طول کشید و 20 سال بعد در سال 1376 قانون مجر مستاجر سال 76 تصویب شد که اینها راجع به املاک تجاری هستند. خب همونطور می‌فرمایید قطعی شد.